سلام برای عکس یوتیوب. سهیل اقتصادی هستم. آقا سگا پریود میشن. من تو سن 42 سالگی شنیده بودم ولی دیدن چه بود مانند شنیدن. بلند شدم فکر کردم که دارم میمیرم. بالش، تخت، دوشک، همه جا خون. بعد الان رنگش رفتن کم رنگ شده ولی روز اول خونی بود. آره 3 روز دارم روش میخوام چون هنوز سگی داره خون میریزه. ریور صورتی هم هست اگه کسی سوال داشت. بعد میگن صورتی پیدا نمیشه، یعنی سگ هم دوباره نشون میدیم صورتیه. شما کلا همه مؤنث‌ها خیلی خوبن. دمتون گرم واقعا. سگشون هم رو اعصابه. این اپیزود راجع به چیزه. من دارم میخندم ولی اصلا خوشحال نیستم. این راجع به پدر مادرای ایرانیه و من اینو دیگه خیلی زیاد دیدم. یه دونه ویدیو دارم درست میکنم که کسی که هستش به قول معروف سن 40 به پایین میتونه واسه ماماباش بفرسته. آقا چرا انقدر همه مامابای ایرانی بی‌ارزن؟ خدا وکیلی ایرانی‌ها باورزن. یعنی من خودم همیشه ایرانی قرمز میزنم، ولی آدمای باورزن. اینو خیلی هم واضحه، شواهد نشون میده و همش میشنویم. برای مثالم که بگم، من با النا که مثلا میریم بیرون و این حرفا، اگه مثلا یکی رو ببینیم که دوست الناست، میتونه مثلا فرانسوی باشه، میتونه مثلا روسیه باشه، وقتی که من بهشون میگم من طرف ایرانم، واقعا دارم میگم از 8 نفر 10 نفر برمیگردن میگن که من رئیسم یا رئیس قبلیم ایرانی بود. اصلا باور نکردین که من به النا گفتم برای جالب نیست هر کی میبینیم تا ما میگیم ما ایرانی، میگه رئیس من ایرانی. بعد النا گفت آره چه جالب. خب از ایرانی‌ها با ارزن چرا تصمیم میگیرن بی ارزه بشن وقتی مهاجرت میکنن؟ من نمیفهمم. مامانم دستپخت غذاییش یه جوری خوبه که اگه مثلا تو ایران برنامه تلویزیونی داشتیم که مثلا مسابقه بذارن، تو هر مسابقه‌ای دارم بهت میگم اول میشد. اگه غذا ایرانی بود، اگه قرار بود مثلا خفن باشه و شف مثلا امروزی باشه و کرییت بکنی، نه، اگه غذای ایرانی و سنتی رو بخوای مسابقه بذاری یه جوری درست میکنه باور نکنه نیست. اینم میدونم همه فکر میکنن غذا مامانشون خوشمزه است چون طبیعی اونو عادت کردی باش. اینم شعور دارم میفهمم، ولی میگم من اینجوری به چیزا نگاه نمیکنم. من همیشه به شواهد نگاه میکنم. ما چون خیلی مام بابای من پارتی کن بودن و ما هر هفته خونمون دیگه حداقل یه شب خونه ما پارتی بود. پارتی هم میگم مثلا 30-40 به بالا مهمون. من میدیدم که همه آدما تو کف غذای مامان منن. یعنی اصلا می اومدن یه جوری که من فقط اومدم هر کی دارم میگم غذا چیه؟ امشب چی درست کردی؟ میدونی همه اصلا نمیدونی با چه هیجانی می اومدن. و من همیشه خیلی برام جالب بود که چقدر من خوش شانسم که مثلا مامانم انقدر دستپختش خوبه و من لذت اینا رو میبرم. و واقعا انقدر خوب بود که من از شاید 10 نفری که خونه‌شون میرفتم، خونه 6 نفر نمیتونستم غذا بخورم. یعنی غذا که میداد میگفتم نه من سیدم، یا مثلا فقط پلوشو میخوردم، یا فقط مثلا نون میخوردم، یا میونم اینو فوش میدم. این چه کثافتی بود. هیچ مثلا گوشت نمیتونستم اینجوری بخورم. اصلا همه چیش واقعا خیلی خیلی عالی درست میکنه. و حالا این موضوع رو داشته باش. من میام کانادا، هر وقت که مامان من اینجا غذا درست میکنه، کسی میاد خونه ما غذا رو میخوره، وقتی من تو اتاق دوستانشون من فوش خار مادر دادن که دیوس دهن رو سرویس، تو چرا انقدر خوش شانسی، ما چجوری میتونه مامان همچین غذایی درست کنه. یه دفعه یکی از دوستان ما غذا خورد، گفت تا حالا از مامانم بدم نیومده بود. یعنی فکر کن چقدر باید دستپخت مامان من خوب باشه که این جمله دهن یک دوست من در بیاد که من تا حالا از مامانم بدم نیومده. که من مثلا تمام روز اینو بخورم، تمام زندگی داشتم غذای اونو میخوردم. و معمولا آدما به دستپخت مامانشون حرفی نمیزنن چون واقعا هم دوستش دارن. برای همین من وقتی اینا رو دیدم، خب میفهمیدم که من یه طلا دارم، من یه دونه اپورتونتی دارم که این خیلی خاصه، چون فقط مامان منه که میتونه این غذا رو درست کنه. همه آدمای دیگه نمیتونن. حتی ما وقتی کارگر داشتیم، آشپز داشتیم و مامانم به اینا یاد میداد که اینجوری درست کن، اونا نمیتونستن درست کنن. مثلا میگفت فاتی خانم این غذا رو بلده، اون یکی این غذا رو بلده. و من چندین بار به مامانم گفتم که آقا تو بیا رستوران بزنیم اینجا، و من مغزم این بود که من میخوام غذاهای تو رو توی ظرف یخ بزنم بفرستم تو مغازه ها. از مغازه های ایرانی شروع میخوام بکنم و میخوام برسم به مغازه های خارجی و خارجی ها شروع کنم با دستپخت تو به غذای ایرانی آشنا بشن. چون من هر وقت یه آدم خارجی آوردم خونه و این غذای مادر منو خورد، رید تو شورتش که چه جوری میتونه انقدر خوشمزه باشه. خب من اینو چشه مردم میدیدم، بعد میگفتن چرا غذای ایرانی بس معروف نیست؟ میگفتم چون مامان من درست نمیکنه. هر مغازه میرفتیم من میخورم، گفتم خاک بر سر تو که آشپزی، یا این قرمه سبزی که داری درست میکنی، خاک بر سر تو که آشپزی داری این قیمه درست میکنی. من تا حالا تو هر رستورانی رفتم، حتی شاید
تو کل زندگیم شاید یک بار قرمه سبزی خوشمزه خوردم، 3 بار قیمه تو کل زندگیم. من واقعا بالای 1000 تا رستوران رفتم که ایرانی غذا بخورم. واسه همین میدونم چه اتفاقی داره میفته تو آشپزخونه مادر خودم. و من به گفتم آقا بیا رستوران بزنیم. گفت من حوصله ندارم کار کنم، خستم، من سنم بالاست دیگه، من گذشته و اینا. ما هم یه بچه چاقال 17 ساله بودیم قبول می‌کردیم. گفتم خیلی حالا مثلا بگو 20 23 سال موقع. گفتم اوکی. حالا وقتی همین چیزا به مامانم میگم فکر کنم من درآمدم هست $100,000 در ماه، یعنی خیلی راحت میتونم برم یه جا رو بگیرم، سعی درستش کنیم، بهترین وسایل از چین وارد بکنم فلان. بعد به مامانم میگم بابا تو بیا، من آدمیم که همه چیو کامپیوتری میکنم، همه چیو الکترونیکی میکنم، قویش میکنم، اتوماتیکش میکنم. من بذار یاد بگیرم، واسه تو وایسم به تو بگم اینو درست کن، 10 برابرش کن، ببینم تو چه چیزی رو عوض میکنی. من 10 تا غذای تو رو با ساز متفاوت ببینم قشنگ میفهمم تو میلی گرم تو چقدر نمک میزنی، چقدر سماق میزنی، چقدر کره میزنی. و من اینا رو همه رو درست میکنم، پک میکنم که کسی که میاد واسه ما کار کنه نتونه اینو بدوزه. یه دونه چیز گرد باز کنه بندازه توی خورشت قیمه، بعد اون گرده قیمه تو رو بکنه قیمه. و اینو هیچ کی نمیتونه دیگه یاد بگیره، چون 10 گرم مثلا سماقش بالا پایین بشه مزه دیگه اون مزه مال تو نیست. و ما اینو میرسونیم به لولی که از اینجا دیگه از رستوران و دلیوری میاد به داستان سابسکریپشن و فقط توی خونه. اینجا هم کل خوراک داستانم چیه؟ تو اگه این کارو مثلا با کالچر فرانسوی بکنی جواب نمیده، چون تو فرانسوی زیاد نداری کانادا. فرانسوی هم که میاد کانادا مثل بدبخت بیچارا نمیخواد فرار کنه از کشورش. با ما باهاش نشستن صحبت کردن بریم ونکوور زندگی کنیم به این و این و این دلیل. بعد بالا میشن خانوادگی میان اینجا، میدونید هنوز داره قصخ مامانش میخوره. ولی اینجاست که تو 10,000 ایرانی داری که یه پسره یه دختره، نه بلده غذا درست کنه، نه حوصله‌شو داره، نه وسایلشو داره، نه استعدادشو داره، نه وقتشو داره، ولی خیلی راضیه که بیا $10 بده به مامان من در روز، مامان من بهش هر هفته بهش 7 تا ظرف آهنی بده، اینم نهار شامشو بخوره. حالا کسی که بخواد 2 تا الانش عدد خودم دارم در میارم. و این میتونه یه بیزنسی بشه که فوق العاده قوی و تمام ایرانی‌ها رو از آشغال خوردن دور کنه. چون من میفهمم که یکی میخواد قیمه احساس کنه بعد 9 ماه 9 سال نتونسته بخوره، فوش داره میگه بابا یعنی این همه مغازه نمیتونن یه قیمه درست کنن. بعد من الان دقیقاً همون سنی ام که وقتی مامانم من آورد اینجا. من الان اگه بچه من میاد به من میگفت من بابا من این استعداد تو میبینم تو بیا این کارو بکن، من اتوماتیکش میکنم، منم میدم بچه‌م الان مثلا من میپریدم روی این داستان. چرا مامان من این کار نکرده؟ چرا اینقدر؟ بعد حالا اینو تو بیا ببر جلوتر. الان یه مثال میزنم، یه خورده شاید رندوم باشه ولی چون دیروز اتفاق افتاده میچسبه. یه مغازه داریم اینجا، یه رستوران داریم به اسم رستوران تیتی به انگلیسی میشه ممه، تیتیز میشه ممه ها. این خانم اسمش گوشه تیتی، یعنی خانم اسمش گوشه پستون. حالا من رفتم توش گفتم که چرا این کارو کردی؟ گفت من لقبم مثلا چیه بهش میگن تیتی، چون لقب منه بچه‌ها میگفتن تیتی، گفتیم تیتی. مثل اینه که مثلا من فرانسوی باشم بعد لقبم باشه کلوفت، بعد میام ایران بزنم رستوران کلوف، بعد که کسی بگه چرا، میگم چون خالم منو صدا میکرده کلوف به فرانسوی میشه لقب بنده. تو فکر نمی‌کنی شعور من باید برسه که توی ایران من نباید لقب فرانسویمو بزنم، چون تو زبون اینا it just happens که این هم یه معنی داره و معنیش کیوت نیستش به اسم من، معنی آلت مرده کلوفت. و حالا اینو داشته باش، یه روز بالا نه بغل خونه رد میشیم از این رستورانه، تابلوش زده تیتی، بعد یه فاصله است homemade food، غذاهای خونگی، بعد تمام چراغاش سوخته فقط HO هوم مونده. الان که رد میشی زده پستون جده تیتی هو، کارش هم گرفته. یعنی رستورانی خوبی که پیتزا داره $50 میده، یعنی پیتزا که واسش در میاد مثلا $3 $4 داره $50 میفروشه. این آدم براش سخته که بیاد زنگ بزنه به یه نفر که چراغ، من فکر نمی کنم M و E و F و O و O و D و M و A و D و E تو یه روز با هم سوختن. من فکر میکنم اینا آروم آروم شروع کردن سوختن و این خانم اوکی بوده، گفت حالا یه O نیستش، من حدسم اینه ولی شو بگو یهو سوخته. چرا این خانم نمیاد زنگ بزنه به یه کمپانی بگه که آقا چراغمو عوض کن؟ بعد کمپانی میگه که ما $300 میگیریم یه چراغتو عوض کنیم. بعد میگه چراغ کاتش هست 75 سنت، میگه آره، نه گرونه، زنگ میزنم به ناصر بیاد احتمالاً. این فازای این چیزای ایرانیه. من قره امروزم راجع به اینه که ما بابای که میان خارج چرا سعی نمیکنن عوض شن، چرا هیچ یاد نمیگیرن. مثلا یه دونه مامان بابای
نیستش که سریال فرندز رو دیده باشه. فرندز یه چیزیه مثل که مثلا یکی بیاد ایران زندگی کنه 20 سال بعد بگی میدونی مهران مدیری که الانم نه فکر کن از 10 سال پیش تا وقتی که من اومدم از ایران بیرون اون era زندگی کنه تو ایران بعد بگم میدونی مهران مدیری کیه بگه چی؟ ببین خب آقا چجوری تو 25 سال تو ایران زندگی می‌کنی نمیدونی مهران مدیری چیه؟ چجوری تو الان تو این جمع آدمایی پس خودتو منزوی می‌کنی دیگه. آدم منزویه. ایرانیه که میان اینجا همه خودشون منزوی میکنن میرن توی یه بابل گیر میکنن که اصلا هیچی نه یاد میگیرن نه چیزی. مثلا میگن الان بعد هر کی مامان باباش خودشون زن برگرد بگو آقا شیرینی فروشی تو شهر کجاست کسی که تو ایران نیست یه شیرینی فروشی شروور میگن مثلا میگن برو شیرینی فروشی لاله بعد میگی با مثلا شیرینی فروشی اینجا هست که مثلا یارو از فرانسه درس خونده اومده این کارو داره میکنه اینو کرییت کرده مثلا راجبش اخبار نوشتن پارسال راجبش اینجوری بود تو این رستوران اصلا نمیدونی نه شیرینی فروشی لاله 10 سال 15 سال 20 سال 5 سال 30 سال تو کشور زندگی میکنی شیرینی فروشی معروفه لاله است بعد فکر نمیکنی احمقی فکر نمیکنی عقب افتاده‌ای فکر نمی‌کنی دنیا ندیده‌ای با اینکه تو کشور خودت نیستی واسه 30 سال مثلا نمیفهم چه جوری میتونن ایرانی اینطوری باشن. الان مامان باباها هستن اینجا 10 سال 20 سال 30 سال زندگی میکنن هیچی نمیتونن بگن لولهشون سوراخ بشه نمیتونن زنگ بزنن به لوله کش اگه بخوان باید برن مغازه ایرانی روزنامه ایرانی بردارن زنگ بزنن به لوله کش ایرانی. چرا انقدر براشون تغییر وحشتناک سخته؟ من الان تو سن 42 هم دیگه خیلی آدما که میان با بچه تو این سن میان دیگه خب من الان برم پرتغال زبان پرتغال رو یاد میگیرم بعد از 2 سال من مسافرت میرم چین روز 20م 3-4 تا جمله کامل رو میگم 10-20 تا لغت بلدم مستقیم دستشویی در نمیدونم فلان همه رو یاد میگیرم با آدما بیرون میرم تا حرف بزنم میگم این کجاست اون کجاست اونم هوا میفهم با انگشت جواب میده تو 20 روز بعدش میگم یادم میره چون دیگه استفاده ندارم. ولی وقتی تو داستانم تو دنسم دیگه این مامان بابا ایرانی چه نمیان چخ تو دنس بعد منطقشون از موو کردن چیه که ما میریم یه جایی که هیچی نمیفهمیم هیچی نمیدونیم هیچی هم نمیخوایم یاد بگیریم به امید اینکه بچه‌مون همه اینا رو یاد بگیره بعد اون این کارا رو واسمون بکنه. این 2 تا ایراد داره یکی اینکه خار بچه سرویس میشه. من این قول شخصی نیست چون من مامانم واقعا با من کاری ندارم فکر نکنم مثلا مامان روز من اصلا با من خیلی کم مثلا توی یه ماه گذشته یه لوله خونهشون در اومده رفتیم با پیچ بستیمش به زمین حوله تمیز کردیم. این کل هده که من بوده واسه مثلا توی یه ماه واسه همین ما داستان با ماما به خودم نداریم. ولی دارم کلا میگم اگه یه اتفاقی بیفته هیچ کاری نمیتونه مثلا بابای مگه سکته کنه مامان من به آمبولانس نمیتونه زنگ بزنه زنگ میزنه به من بعد من باید زنگ بزنم به آمبولانس. بعد یه داستان اینجا تعریف کنم یه دوست دارم دوستم قش میکنه کاری نداریم چرا قش میکنه دوست دخترش اونجاست نمیدونه چیکار کنه زنگ میزنه به رفیق من تو حمومه یه رب دیگه از حموم میاد بیرون میبینه این زنگ زده زنگ میزنه بهش میگه این افتاده میگه زنگ بزن آمبولانس مرد. ولی اگه دختر زنگ زده بود به آمبولانس نمیمرد شاید هم میمرد ولی نمیدونیم الان احتمالش زنده میمونه. خب همین داستان میتونه ریله کنه به بابای من. مامان من نمیتونه زنگ بزنه به دکتر زنگ بزنه به من بعد من مثلا تو توالت دارم جق میزنم بابام واسه زمین داره میلرزه من دارم تو توالت میذارم نمیتونم زنگ بزنم به آمبولانس. چون مامان من تصمیم گرفته که هلو آی نید امبولانس اینو نمیتونسته یاد بگیره توی 40 سال. نخواستم کسی واسه ما بشین شکسپیر بخونه یا اخبار واسه ما تحلیل کنه چیزای ساده آره لوله کش زنگ میزنم 5 نفر قیمت میگیرم فلان میکنم. بعد این خیلی واسه من عجیبه. حالا اینم نگاه کنین خودتون من آدمای خارجی رو که میبینم مثلا بگو هندی یارو اومده اینجا 15 سال اومدن اینجا بچه هم مثلا 20 سالشه الان 5 سالگی اومده اینجا بچه که میره خونه با مامان باباش انگلیسی حرف میزنه مامان باباش هم با هم انگلیسی حرف میزنن. این وقت من نشستم تو سالن باباش میاد به مامانش میگه هلو can I have some milk با لهجه با زنش صحبت میکنه ناراحت نیست لهجه داره زنش هم میگه آره شو میده بهش من که بیرون میفهمم. ولی مامان من که میاد خونه ایرج چی داری بعد دوستان که دوستان میرینه تو خودش این چی شدن چی گفتن با ما دعوا دارن میکنن میگن نه با ما شیر خواست. خب بعد منم که مثلا دوستام اگه بیان شروع میکنم سری فارسی حرف زدن یه چیزی تو کالچرمون هست یه توهم زیادی داریم که اصلا فارسی انقدر مهمه و ما وسط دنیاییم
هیچ چیزی دیگه به تخممون نیست. خب من این تو زبونمون اینو میبینم، یعنی خودم هم این کارو میکنم و از دوستای خارجیم که پرسیدم همشون میگن نه فقط شما ایرانی‌ها این کارو میکنید. مثلا دوست خارجی میگه وقتی من میرم توی خونه‌ای که همه چینیان، همه انگلیسی حرف میزنن. اگه 10 تا مثلا 20 نفرن، دو تا سه تا دوستم جمع شدن دارن با هم حرف میزنن، یه دونه خارجی که میره تو، حتی اونی که اون گوشه است، اونم شروع میکنه انگلیسی صحبت کردن با هم دیگه، یعنی همه سوئیچ میکنن به زبونی که همه میفهمن. ولی ایرانی‌ها فقط کافیه 2 تا بشن توی جمع. ایرانی آر یو ایرانیا، آقا خوبی، چه خبر، چطوری؟ نه من اینجا چه حالی نمیده، خوب شد دم که در بغلی اومدم تو پول ندادم. آره ولی میگم $5 کی $5 میده؟ این ایرانیان. بعد ما چرا اینجوریم؟ هم فراری هم ایرانیم، هم فراری از خارج. چرا هیچ جا خوشحال نیستیم؟ همیشه میخوایم یه جا دیگه باشیم. داستان چیه واقعا؟ چرا مادر پدر من نباید الان انگلیسی بلد باشن بعد از 30 سال؟ یعنی واقعا تا فکر کنین اگه سالی 10 تا لغت یاد میگرفتن الان یه وکابولری کامل داشتن. یعنی I need ambulance دیگه تو اون 300 تا لغت فکر میکنم بود دیگه، ولی ندارن. بابام سنش خیلی بالا بود، نمی اومد کانادا، اونا میتونم قبول کنم. ولی مامان من تو سن من اومده، چرا نمیخواست انگلیسی یاد بگیره؟ چرا نمیخواست کار کنه؟ چی میشد اگه خودشو خفن میکرد؟ الان هم انگلیسی بلد بود، هم فارسی بلد بود، یه بیزنس خفن داشت اینجا، میرفت ایران میومد خودش، ناراحت بود از این موضوع، مینالید، میگفت شیرین تو انگلیسی هم بلدی؟ من واقعا خودم ازش بپرسم. این زنگ بزنم مامانم ببینم چی میگه. چطوری مامی؟ خوبم قربونت برم. تو خوبی؟ خوب. چیکار می‌کنی؟ دارم غذا درست می‌کنم. بابا مامان مامان سوال اینه که چرا مامان بابای ایرانی وقتی میان از ایران بیرون انقدر خودشونو پایین نگه میدارن و خودشونو بهتر نمیکنن؟ نه انگلیسی یاد میگیرن، نه کار میکنن، نه نمیدونم، یعنی مثلا نمیدونن که خفن باشن. چرا اگه مثلا یه پولی از ایران بیاد همه دیگه میشینن تو خونه فقط با همون چیزی که هست راضین و هیچ نوع نمیخوان قسمتی از اون کشوری که رفتن بشن؟ مامان جان خوب گوش بده بهت چی میگم. ما بچه‌ها رو میفرستیم که برای آیندهشون، خب که اینجا آیندهشون بره. ما الان تو آینده ایم. ما رو الان کوچ اجباری کردن آوردن اینجا. اکثر پدر مادرها مثل من واقعا دلشون نمیخواد اینجا باشن. من سوپر دریانی سر کوچه‌مو به تمام مارکت‌ها اینجا ترجیح میدم، ولی اینجا الان گیر افتادم. من الان نه اونجا رو دارم نه اینجا. الان من یه روز نوامو نبینم حالم بده، اصلا نمیدونم بهت بگم چجوری. خب من سوالم همینه. سن یادگیریم هم مامان گوش بده، سن یادگیری هم دیگه برای ما تموم مادر. خب نه تو این حرفا به من میزدی وقتی 40 سالت بود. خب تو چرت به من میگفتی؟ من الان 40 سالگی هر چی بخوای یاد میگیرم. چرا مامان؟ من در 60 سالگی وارد اینجا شدم. 60 سالگی چیه؟ چطور 25 سال اینجایی تو الان 65 سالت میشه؟ 40 سالگی من اومدی؟ میومدم میرفتم پسرم. باشه خب. نه مامان اصلا اینجوری نیستش. من دیگه الان سن یادگیریم گذشته. الان موموکو داره به من انگلیسی یاد میده. موموکو همه چی رو هرچی از کودکستان یاد میگیره میاره مدرسه یاد میگیره میاره به من یاد میده. من خب الان با موموکو یعنی دلم میخواد یاد بگیرم. موموکو هم سعی میکنه ولی یادم میره مامان. یادم میره. خب الان که خب حق بدی، ولی تو 40 سالگی واقعا چرا؟ منو اکثر پدر مادرها رو واقعا کوچ اجباری کردن آوردن. هیچ کدوم خیلی خوب کوچ اجباری فهمیدم. این موضوع گرفتم. الان من ترامپ قاطی میکنه، حمله میکنه به کانادا میگه زنا باید از این به بعد به همه برن به ترامپ از باسن جیگولی کنن. من میخوام اینجا فرار کنم. تنها کشوریم که میتونم برم ژاپنه. من الان برم ژاپن کوچ اجباری کردم یا نه؟ چرا؟ خب عاقلانه نیست حالا که من رفتم ژاپن کوچ اجباری کردم حالا ژاپنی یاد بگیرم و سعی کنم تو ژاپن آدم خفنی بشم؟ آره مامان تو باید یاد بگیری، تو امسال تو باید، ولی بابا مال ما گذشته دیگه. خب مال شما وقتی اومدین همین سن بودین، چرا شما این کارو نه پسر عزیزم قربونت برم، ما اومدیم میرفتیم، ما هیچ وقت اینجا نمیومدیم بمونیم. خب حالا تو خودتو در نظر نگیر. من دارم تمام مامان بابای ایرانی رو صحبت میکنم. من دارم راجع به 70-80% مامان بابای ایرانی صحبت میکنم که وقتی صحبت میکنین نه هیچی بلدن، نه فارسی نه انگلیسی درست صحبت میکنن، نه جایی بلدن. گوش بده من چی میگم، یه لحظه گوش بده. من وقتی اومدم اینجا می‌خواستم برم گواهینامه بگیرم. خب خودت دیدی 5 بار امتحان دادم تا قبول شدم، یادته؟ به شماها کی همه رانندگی یاد داد؟ من یاد دادم، درسته؟ درسته. اون کسی که میومد به من رانندگی تعلیم بده
وقتی میرفتم حیرت میشدم به من میگفت شما رانندگیت خیلی خوبه، شما قانون رو بلد نیستی. برای اینکه ما اینجا به دنیا نیومدیم، از اول اینجا قانونا اینجا رو بلد نیستیم. من قانون مملکت خودم بلدم، همه چی رو بلدم، ولی اینجا میومدم نمیدونستم. ما حالا ممکنه قانون خب من سوالم همینه، وقتی یه چیزی رو نمیدونین چرا میگین خب پس بذار مثلا ببخشید گاو بمونیم؟ چرا نمیگین بس برم یاد بگیرم؟ چرا این نیست؟ نمیتونم مامان، من هر چی رو میخوام یاد بگیرم فردا صبح که بلند میشم یادم رفته. من نوعی خودم میگم. آخه ببین مثلا بذار یه مثال تو همین رانندگی که گفتی بزنم. مامان گوش بده، من الان رانندگی میکنم، خرید میکنم، مهمونی میدم، نبهداری میکنم، بیبیسیتری میکنم، آشپزی میکنم، دیگه کاری نمونده. من تو ایران برای خودم کارگر داشتم. خب حالا مامان گفتم تو اینو خیلی شخصی نکن. تو سعی کن مثلا الان به فک و فامیلت هم فکر کنی، به خواهر برادرت فکر کنی، به دوستایی که دیدی فکر کنی، به مامان بابای دوستایی که منو دیدی فکر کنی. من دارم کلی فکر میکنم، تو اینو خود فکر میکنی. من دارم میگم مادر پدر کلی. هر پدر مادری به خدا تو ایران برای خودتون ببین، پدر مادر من که اومدن اینجا زبان بلد نبودن، خب واقعا پلاسیدن اینجا. خب من که الان اینم ببین پدر مادر من چی بودن. من بابای من صبح بلند میشد همینطور راه میرفت تو خیابون سلام علیک میکرد. هم بابای تو با 10 نفر معاشرت داشت، با 10 نفر حرف میزد، از صبح تا شب میشینه اینجا خونه، فقط امیدش اینه که با من 2 تا حرف بزنه. نگو مامان. خب ببین دوباره میگم شخصیش کردی. من شخصی نمیخوام فکر کنی. اکثرا پدر مادرها اینجوریان، چرا شخصی کردن؟ بعد تو میگی چون همه براشون سخته گفتن سخته دیگه ها. این برای ما سخته. آره مامان جان، یادگیری الان برای ما سخته. بعد فکر می‌کنی برای ما انگلیسی یاد گرفتیم آسون بود؟ بله شما جوون بودیم مامان. من وقتی میرفتم مدرسه دبیرستان هنوز یادمه میگه دیسیز نمیدونم بلک بورد، دیسیز ویندو، دیسیز، اینا همه تو مغزمه. برای اینکه اون موقع یادگیریه، مغز آماده است. نه اینکه در 60 سالگی بیان بگن مثلا اینجوری. آف کورس که من یاد نمیگیرم مامان. فهمیدم خیلی سخته. فهمیدم. آها، وگرنه ما میدونید با عشقی اومدیم که به شما عشق بدیم. ما که وضعمون خوبه. من دارم میگم چون مامان بابا ایرانی همه عقب میمونن. برای اینکه هیچ امکاناتی نداریم مادر من. مثلا میگم سوال میخوام بپرسم، بذار اینو شاید اینجوری حرفم بهتر بفهمی. این به امکانات تو هی داری به نظر من الکی داری قور میزنی یا مامان ایرانی بازی در میاری زدی تو گریه و حرفا. من همین هفته پیش خونه خواهر خودت مهمونی بود. توی مهمونی من براشم بیف تارتار آوردم. بیف تارتار میشه گوشتی که در واقع با ضربات چاقو و اسید فلان و بسال پخته میشه. یعنی میگه گوشت خامه، گوشت خام نیست، ولی حالا گوشتی که تو رو گاز نمیپزیش، با کمیکال میپزیش. و اینو ما درست کردیم آوردیم اونجا. حتی یک نفر از آدمایی که اونجا بود لب نزد چون براشون غیر عادی بود. و فاب ترین شخصیتی که اونجا بود، فاب میشه فرش آف د بوت، یعنی کسی که تازه رسیده به کانادا. تازه ترین کسی که اونجا بود فکر میکنم 30 سال بود ها. یعنی اون که دیگه تازه بهش میگفتن تو که تازه اومدی کانادا، اون 30 سال اونجا بود. تا 40-50 سال داشتن دیگه، بیشتر تا 60 سال هم داشتن کانادا باشه. پس آدمایی داشتیم که 60 سال کانادان و یک بار این غذا رو امتحان نکردن، یعنی یک بار حاضر نشده. ذائقه ما نمیپذیره این چیزا رو. تو اومدی اینجا با این چیزا مثل ماهیای سلمون که روی سوشی اینا، من نمیتونم قورت بدم، نمیتونم مادر چیکارش کنم. من عادت کردم عمری ماهی ببین باز خودتو داری میگی، من دارم جمعی میگم. قزلالا بزنم تو مایتابه. اصلا قزلالا چیزی که ما دسترس همه است مامان. ماهی جنوبه بذارم اونجوری با پلو درست کنم بخورم. من نمیتونم ماهی خام. من شخصی خیلی خب. حالا من دارم میگم وقتی یه جمعه که توش 30 نفر آدمن چه جوری میشه 10 نفر از این 30 نفر؟ همون شب خواهرت گفت من فقط با غذای سهیل حال کردم خوردم. ببین پس اونم همین مشکل داره. دیدم بهت میگم یه مشکلی که اصلا غیر عادیه. اونم نه، اون گفت من با غذای سهیل حال کردم، انقدر خوردم. میفهمم دیگه. اونم میگه خودش اومد میگفت داستان مهمونی این بود که هر کسی یه غذای کوچیکی میاره، بعد یه صاحبخونه نباید خیلی غذا درست کنه. خواهر من میگفت غذای هیچ کسی دیگه رو نمیتونه بخوره چون همه غذاها مثلا قابل خوردن نبوده. نه گفت کوکوی تو رو خوردم، خیلی خوشمزه بود. بعدم غذای النا رو خوردم، خیلی خوشمزه بود. این چیزی بود که حالا چرا تو اون جمع 30 نفری یه نفر دیگه نبود حاضر باشه اینو بخوره؟ چرا همه مشکل تو رو دارن؟ من نمیتونم سمن گوت بدم. نمیدونم مادر، به قول تو همه از 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال همه اینجا هستن، ولی من الان
میرم بیرون، ببین الان میرم مغازه ایرانی، خب ذاتم اینه که باز میرم مغازه ایرانی، چیکارش کنم؟ باز میرم خوشبادمجون درست میکنم، باز میرم نمیدونم کدو میخرم، باز میرم لوبیا پلو درست میکنم، چیکار کنم؟ نمیتونم. من اینجوری دیگه بزرگ شدم، دیگه دارم تموم میشم، داره همه چی یادم میره، همه چی اینجوری میشم، دیگه تموم میشم. من آیندم، الان تو آیندم. تو الان برای آینده 1000 تا برنامه داری، بچت بزرگ میشه، این کار میکنی. من دیگه تو آیندم. من نوامم بغلمه. اکثر ما پدر مادر ایرانی اینجوری هستیم. ما تو مملکت خودمون یلی هستیم، اینجا میایم که هیچی نیست. آره اصلا صحبت همین بود. من میگم ایرانی خیلی خفنن، همیشه رئیس و تو ایرانیان، ولی توی چیز شهر توی اجتماع عقبن. هر ایرانی از جنوب شهر بگیر تا شمال شهر، از شهرستان بگیر، از هر جا بگیر، برای خودش تو مملکت خودش یله مامان، یله. من میگم نمونهش بابای تو، از صبح که بلند میشد با 10 نفر حرف میزد، بابای من اینجا از صبح تا شب نشسته، یا این تلفنش دستش، یا اینکه با من یه حرف بزنه. اینجا تنهاییش آدمو دق میاره مامان. خب میفهمی که به خاطر عقب مونده بودنتون تنهایی؟ میفهمی اگه انگلیسی بلد بودیم با 10 نفر دوست بشیم، با همسر بشین چای بخوری؟ ما اصلا ببین مامان جان، با کی دوست بشیم؟ اینجا الان من سوپر که میرم همه ایرانی حرف میزنن. من الان میرم نه دیگه، خب اون جمع ایرانی که از یارو مثلا از داغ‌گوزآباد اومده که با تو که نمیتونن یکی باشین، هر کی مخرجشه. ولی تو خونه که داری زندگی می‌کنی، وقتی خونت 5 میلیون دلار خونه، گوش بده، وقتی صداتو من قطع می‌کنم، وقتی خونت 5 میلیون دلار خونه، بغلیت هم 5 میلیونه، تو این آدم یه چیزی با هم در چیز دارین، با هم دیگه وسط دارین. اگه اون که اون تو حیاطشه، تو هم تو حیاط بیام چای بخوری، این حال میده. میگم من از دست بیبی سیتری زیاد نمیارم که بخوام برم معاشرت کنم. قربونت برم، من ترجیح میدم فقط با نوام باشم تا برم معاشرت کنم. من بنزین موهای سرم معاشرت کردم. خب خیلی هم خب بچه‌ها گریه میکنی اگر اینجوریه؟ گریه نمیکنم، دارم میگم ما از مملکت خودمون، میگم که حالا میگم اجباری اومدیم. خب هیچکی به دل خودش نیومده. خب ما هم که اونو داریم. مگه مثلا فکر کنید من از ایران تا اینجا گریه نکردم؟ تو که بغل من نشسته بودی تو هواپیما دیگه. آینده‌ت اینجا ساختی، چون تو ایران جوونا آینده این خب نه، من تو ایران به قول تو یلتر بودم. الان من مغازه داشتم 10 تا چیز از چین وارد کرده بودم ایران. درسته، اونم ممکنه 10 برابر قوی‌تر بودم. ولی یک عالمه اذیتایی که تو ایران میشه، من اصلا دلم نمیخواد حالا همه بچه‌ها من آخه دستبوس حاجی هم، تو نگران نباش. این مرد شورت نبرم با این حرف زدنه. برو بابا جون، برو سرم بزن به کارم، به تنها غذا من میسوزه. برو I love you. اوکی بابا. I love you. بای بای. آقا خلاصه دیدین دیگه، چیز داستانی بود که ما کنگو شدیم. حالا میدونم داشت در داستان میزنم، نمیخوام دیگه خودمون که ما نمیخوام، چون دوست نداریم تو کانادا باشیم، تصمیم گرفتیم که هیچ کاری نکنیم. بعدم میگم حالا من سیخم رو مامان بابام نبود، این کسی که باهاش راحتم میتونم حرف بزنم، همه همینه. یعنی من با 2 صفحه قبل از اینکه ویدیو بگیم با بچه‌هاشم حرف میزدم، الان پشت دوربینم هستن، بهشون گفتم آقا این دیگه آخه گفتم به مامان خودت الان زنگ بزن، من ازش بپرسم نمیتونه شینی خوب فروش بگه. بعد کسی دارم اینو بهت میگم، یکی از بهترین شینی فروشی شهر رو به من معرفی کرده. یعنی منظورم اینه که خیلی زیاد اینو میبینی، ایرانی‌ها که میان 8 رفیق پیدا میکنن، محمود و جعفر و محمد، دیگه همین 8 تا واسه 45 سال از زهرا خانم کیک میخرن، خورشید خانم هم مغازه ایرانیشون تموم شد دیگه تا بمیرن. بعد میگم خود زندان بیشتر اتفاق میفته تا این خونه های ایرانی مهاجر. بعد همه که میان ایران، آره کانادا بهترینه، همه چی فراوونیه. بعد اینجا که اصلا اینه واقعیتش، میشینم میگم ما نمیخوایم باشیم، ما بچه‌هامونو فقط آوردیم. والا هیچ کی مامان ما رو زور نکرد بیان کانادا، خودشون اومدن کانادا. میگم تو بلند میشی میری یه کشور نگاه میکنی، من الان خب بچه که بودم نمیفهمیدم، شاید شما کسی نگاه کنه زیر 30 سال باشه شاید هنوز نتونه اینو بفهمه، ولی تو سن من دیگه میفهمی. اسکول که نیستی، میری کشور نگاه میکنی میگی این کشور اینطوریه داستانش، اوکی من نمیخوام اینجا باشم، یا اوکی اگه این کارو بکنم من میتونم اینجا بتونم حرف بزنم، میتونم کانکت بشم و این طریقا میتونم تو یه کسی بشم اینجا. ما بابا ایرانی همه اینجا میگن اوه اینجا خیلی خفنه، اوه بعد 1 و 2 سال انجام بدم. نه من میمونم 1 و 2 سال انجام نمیدم. ان بچه‌ها موفق میشن و همه انتظارم از بچه‌هاست. حالا این ایراد یکش بود که وقتی بچه‌ت انتظار دادی. ایراد 2 چیه بچه‌ت انتظار داشته باشی؟ آقا کی گفته همه آدما باهوشن؟ یعنی واقعا ما تو این توهم همه خفنن؟ نه هیچ کی نیست. یعنی همه میگن ما میدونیم هم اکثرا احمقن. خیلی خب پس منی که 2 تا بچه دارم، اگه یکیشون عاقل بشه شانس آوردم دیگه. میگی واو چه شانسی داری که 2 تا یکیش عاقل شد. شانسی که جفتشون احمق باشن خیلی بیشتره که دوتون بزرگشن
ما موقع بعدی در باز کنین، در چیه؟ ما پاشو بعدی یه دونه کد بنویسی، ها کد یعنی چی؟ من چرا باید انتظار داشته باشم که وقتی دو تا آدمی که احتمالاً احمق باشن در آینده بعد کون منو جمع کنن؟ و حالا مشکل این داستان چیه؟ هر اتفاقی که پیش بره جلو وظیفه است، چون بچه با هم میکرد دیگه، ما تو رو آوردیم خارج، ما به تو فلان کردیم، بچه وظیفه بکنه. هر کاری که اشتباه بکنه مادر یارو رو سرویس میکنن. من خونه رو از دست دادم به خاطر اشتباه تو، من اون اتفاقات به خاطر تو. اگه تو میدونستی، اگه این میدونستی این لونه رو بگیریم. من چند به بابام گفتم بابا من اینجا یارو میاد مستاجرم میشه، با یارو گل میزنم هر روز، ما هم دیگه فوتبال بازی میکنیم. بعد میگم کار نمیری تو؟ میگه نه من خوردم سر زمین تو کار، تا 5 سال قراره به من ماهی مثلا فلان قد پول بدن. سالم خورونده است. بعد بابای من یه چشش نابیناست، سنش بالاست، گوششو از دست داده، اون یکی چشش که بیناست 70% نابیناست. بعد میگم تو الان اگه بری با دولت درست صحبت بکنی به قسمت درست، کلی بهت حال میدن. یکی میفرستن خونتو تمیز کنه، یکی میفرستن ناخوناتو بگیره، یکی میفرستن بشورتت، یکی میفرستن ماساژت بده، برای اینکه میگن یارو لازم داره. میگم اون یارو دعیوسی که 30 سالشه و انرژی داره و هیچ چیش نیست و بهش میدن. اینکه واقعا لازم داره بهش مثل سگ میرسن. ولی بابا من این چیزا رو نداره، چون نمیتونه بره بگه هلو یه اینو نمیتونه بره بگه. منم احتیاج ندارم، نمیدونم مثلا چیزا وجود داره، تو اون سن نیستم که بفهمم واقعا ناخن گرفتن سخته، واقعا بالای یخچال تمیز کردن سخته. من نمیدونستم این کار سخت میشه بعد از 70 سال، چون نیستم که، من نمیدونم اینا رو. اونم یه بار میری خونش میگه بابا این بالای یخچال سخته، ببین نمیشه دولت یکی بدون تمیز کنه. میبره با قصه دی. چون ببین حالا این خوراک ما بابای ایرانیه، ببین داستان چیه بابا، ببین داستان چیه، دهن رو سرویس میشه، زنگ بزنه 50 با 6 نفر صحبت کنه، بفهمه که 10 ساعت وایس پای ما برامون خیلی مهمه تو دریوس زنگ زدی ولی یه ساعت دیگه وایسا، ما برامون خیلی مهمه تو زنگ زدی یه ساعت دیگه قطع شد، بعد 40 دقیقه دوباره بگی. خب میدونی این سیستمش اینجوریه، بعد به این زنگ بزن، بعد به اون زنگ بزن، به اون زنگ میزنه، فرم، همه فرما، اسمت چیه، فامیلت چیه، اسمت قبلا کجا بوده، خونه قبلی چیه، اگه 20 سال زیزه این خونه حالا اینو بگو، اسم ننت چیه، اسم بابات چیه، تایپ چیه، قدت چقدر، وزنت چقدر. بابا زنگ زدم ببینم رنگ میفروشین یا نه، واسه چی بدن با من اسم همه رو فرما رو پر کن میفرستی، او اینش کم بوده اینجاشو یاد رفته امضا کنی، بعد بفرست اینا، بعد که مثلا تو بفهمی ببین چی بوده. خب کسی حوصله نداره این کارا رو بکنه، این واقعیت دیگه. من که نمیدونم همچین چیزی سرویسی هست یا نه، من بیام خودمو که ببینم چیزی هست یا نه، خب نمیدم جلو تو این داستان. ولی اگه من خودم سنم بالا باشه، بیکارم باشم، مامانم من نگو 20 سال بابام بیکاره، زنگ میزد خوراک بیکاریه دیگه. همین بی با قشنگ میشه، نشستی ریلکس داری وقت میذرونی، لا 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 قطعا بریم یه 20 دقیقه دیگه وقتمون پر شد. مگر الان گیریم نمیگه که ما حل هیچ کاری نداریم بکنیم، خب بیاین کار دیگه. بعد با یه زنگ میزنه آقا من اینو میخوام، خودش قضیه همه چی رو میدونه، قشنگ صحبت کنه، نه آقا یعنی چی من دهنم سرویس، مثلا میگم اگه احتیاج یه نفر بیاد خونه تو هفته یه بار تمیز کنه، میگه نه 2 هفته کمه، من OCD دارم، من شخصا برام مهم نیست. اگه کسی ماهی یه بارم بیاد خونه‌مو تمیز کنه میگم واو دمت گرم که یه بار تمیز کردی. خب پس من دلیل نمیشه که بفهمم بابام داره چه زجری میکشه که 3 هفته خونش کثیفه. ولی خودش زنگ بزنه راحت میتونه به یارو بگه نه آقا من نمیتونم 2 هفته، چیکار میتونم بکنم بخوام هر هفته بشه. اوکی من خودم مثلا $50 حاضرم اضافه پول بذارم اگه شما این کارو بکنید، من نمیدونم ها. ولی من اگه زنگ بزنم واسه بابام اینو بخواد، من اینو نمیپرسم، چون نمیدونم مثلا واقعا احتیاج هست. تو مغز خودم دیگه من کینگ داستانم، میگم دود براش گرفتم 7 ماهی یه بار خونه‌شو تمیز کنم دیگه، باید پای منو ببوسه. بابا من شاکیه. چرا؟ چون 3 سال بعد میفهمه از اصغر آقا، چون ناصر اصغر آقا براش زنگ زده هفته یه بار گرفته. بعد میاد من میگه ببین من 3 سال میتونم خونم هر هفته تمیز بشه، تو بیورزگی تو نذاز من خوشحال کنم، من 3 سال به خاطر ناراحت بیورزگی تو. بعد فکر کنم احساس من چیه؟ نه رو گوش دادم، اعصابم خورد شده، فکر کردم کینگم، الان میگه کینگ نیستی، اولاغم هستی، به خاطر تو من زجرم کشیدم، نه یه روز نه 2 روز 3 سال. چون تصمیم گرفتم بیورزه باشن، چون تصمیم گرفتن هلو هاواری یاد نگیرن، چون تا بهشون میگی چیز دفاعی همه مامابای ایرانی‌ها ما سختی کشیدیم. خب تخمم همه کی سختی نکشیده، تموم شد دیگه. تو خیابون مردمو میبینید گریه کنن، بعد بگن چرا داری گریه میکنه؟ اون یارو 30 سال زندان بوده، یهو یاد زندانش کرده. چرا نمیبینیم این شخصیت‌ها رو یک بار؟ درش تمام میشه، تموم میشه دیگه، خدافظی باش میگه خیلی خوب. میام من 40 سالم اومدم مثلا کشور جدید، میرم ژاپن، اوکی ژاپن اینطوریه، ژاپن مثلا ریسیستن، خب فهمیدم، من نمیتونم با ژاپنی دوست شم. یاد میگیری میگه کانادا ریسیست نیستم، میتونم با کانادا دوست بشم، پس بذار برم همسرم در بزنم، میگم میخوای با هم چای بخوریم. رمز کار نداری که، کد نباید بزنی که. مامان من تو سن 40 سالگی اومده اینجا نگاه کرده، اوکی این کانادا اینطوریه، ما میتونیم کنیم. این کاری که نکرده، ما کردیم.
جون مادرت بیا با هم یه بیزنس بزنیم خفن بشه. اونم نکرده، هم خودشو بی‌ناموس کرده، هم تمام بچهای ایرانی که میتونن 20 سال بهترین غذاها رو بخورن، هم خارجی‌ها که میتونن غذا اینجوری وارد بشن، هم به امپایری که میتونیم بسازیم بیزنسی. همه اینا گفته نه چون ما برامون سخته از اینا. من اینو نمیپذیرم. به نظر من خیلی میگم وقتی نشون میدیم ما انقدر تو چیز دیگه انقدر قوی هستیم، وقتی تو بیزنس ها همه میگن ایرانی‌ها خفنن و بیزنس سخت این کاری که میخوای بکنی، چون همه میخوان بکنن. نه همه نمیخوان رفیق باشن، همه نمیخوان کالچر یاد بگیرن، همه نمیخوان، ولی بیزنس ها رو همه میخوان بکنن. پس اونی که سخت ترینه ایرانی‌ها توش اولن. به اون حسابی که دارم بهتون میگم همه جا میبینی، همه جا میشنوی، ایرانی‌ها واقعا دارن خوب توپ میزنن تو قسمت بیزنس. پس تو سخت ترین اولیم. تو بقیه همه چی ریدیم، نه فرهنگ یاد میگیریم، نه با شعور میشیم، نه با کسی. جون مادرتون اگه موو نکنین، اگه به قول مامانم اگه همتون یلی هستین تو شهرتون، بمونین تو شهرتون. اگه میخواین بیان یه جای دیگه با این ایده که بس بریم اونجا یلشین بیان، اگه نمیخواین یلشین نیاین، چون خیلی مسخره است وقتی اینجا این 20 سال 30 سال نه فارسی میفهمین، نه انگلیسی بلدین، نه یه پیتزا نمیتونین سفارش بدین، یعنی واقعا ضایع است. دمتون گرم. جاکس. اقتصادی